لبای سردارم. آها. خوب. آهسته. او بچه جونی ما. دکتر جان. شما میرود؟ بله بچه. دادر برای خدمت وطن مادر می رود. یک روزی دیگر نمیستید؟ خیلی میام بچه. شما را باشد اول با خواهان بعدن با بچه جونش میسپر. بچه ما رخشن نگاه. دادر رخشن نگاه. نه؟ اکو داداش میروم خیلی نمیگود. داداش کتی خواهی نمیکنی؟ منم قتیما. سلام پدر جان. با علیکم السلام پسرم آمد. شما خوب هستی پدر؟ خوب آمد. چخیر؟ کار خوب؟ رحمت پدر جان. پدر جان امروز آخرین روز رخصتی ما بود به اتمام رسید. خدا خواهد ما از پس کار. بسیار خوب پسرم. رحمان دعاگو باشید. پاکا پروردگارا، تو بزرگی، تو حلیمی، تو سلیمی، تو کریمی، تو مهربانی. هر آن نفرانی که در خدمت خلق و وطن در پناه خیش نگه دار و پسری مرا به اقبال نگردان و راهش را سفید بگردان. آمین. خب پسرم جان. راه سفید خودت را احتیاط کن. فراموش نکن که تو در خدمتی خلق و وطنی، مسئولیت داری. خدا خواهد. خدا نگهبان پدر جان. راحت سفید پسرم، خودت را احتیاط کن. سلام علیکم اکا جون. سلام علیکم. اکا جون تو هم پایین ترک کمه بردی؟ نمیبرم. شهر میره؟ ها راستی اکا. ما هم شهر رفتم میشی میری. ای هزار آمد اکا جون. در تو محکم اکا. سلام علیکم. سوزه اکا جون. سلامتی کو. در شهر چیکار میکنی؟ کار میکنم اکا. کار و بار زندگی. بهترین. دادر جان پایانترک نقطه سوزشواری ای. یک میداریم بعد خدا خواهد رحمانه دوام میتیم. چی گفتی؟ مایل اکا جون گاب نیست. خدمت کردگی آخی؟ بله اکا جون. به خدمت میشوم. بله هر یک جوان مردی تاجیک باید خدمت وطن مادر اجرا کنه. بهترین کردی. سلامت باشه.
Акаҷон ҳамин калонкаи чора полин баксарти. Чанд сум мешавад? سوز رانامه کردی. میبخش. سوز رانامه کردی. میبخش. گوش بده در جان، امانتی ما داموشین تای امانتی را باید داموشین ما بمون خیلی در جواب خیلی امانتی در ماشین من اگه خیلی امانتی نیسته. دولی ها بر ماشین تبردی خب باید بگو که نیست یا هست. زیاد باید دخل. گپ بزن. خواهر جون تو با آنهایی؟ نه نمیشناسم. تو با آنها نیستی؟ نه. تمام. دیدی امانتی را میتونم در آلودگی صحبت کنم؟ بوی جو صحبت نکنی.
گوش که برادر عزیز او امانتیه که در ماشین من با پای خودش رفته او را ما دادنی نیست. او امانتی با پای خودش نرفته. او امانتی را شما گرفتگین و سر خود برادر یا بالای کلان آوردگی جان در تنت زیادیه. نه اون همه گمد که بعدم به شیر بازی نکرد. فهمیدی؟ نزدیک نشین. گابزن چی گفتی؟ تکرار که؟ خواهر جان اینا کی هستن؟ از تو چی میخواهن؟ چی مقصد دارن؟ اینا را نمیشناسم مکه جون. علیو کجا شیدین؟ بیاین آخه بر شاه سمبوسه را تست کنین. السلام علیکم. انا زیبا زیبا. آزی تو را در دام خودم نیفتانم. شما کجاده؟ من در شاه سمبوسه ام رو پروی باغ عینی. چراها حاضر میان. الو نه من کار غلطی چراها میرم.
اینجا باشه الو کجا در رسیدین؟ حرکت کنیم با اینجا را روزیر شیم بیو حدا کنیم بیم با اینجا را موزی ینگتون همه گیرم برون میریم میکی ای کارو کم درک نیوه فهمیدی؟ هیچ جدا لب نکشوین خب حرکت کنیم السلام علیکم هست یکون کس بونو السلام علیکم سوزه خولا خوبه و علیکم بر سلام و شما کی در کار؟ ما برای یک کاری خیر اومم خولا جان انا شیرینی رو آوردم که عاقبت زندگیمون شیرین شود چه خیلی کار خیر خولا جان مهمون هم خیلی پیشواز میگیرن در همه جا یک خونه داریم یک جور شینیم یک 4 تا صحبت دارم قد شما راست میگین بچه جان بیاین به خونه رویم بعد گم میزنیم بیاین خوب بچه جان گوش میکنم ای جان من برای یک کاری خیر خولا جان ما خواستم که خونه با همراهی پدرم بیام خیر لیکن افسوس که پدر 5 سال پیش رفت خونه اخیرتش رفت خدا رحمتش کنند یک برادر داریم ایدون بی زندگی خودش کارای خودش با ما را وقت نمیوه به همین خاطر اومم که صبرینا بانو را به خدمت خواستگاری کنم اگر من یک با صبرینا هم صحبت میشوم دخترم راضی میشده باشد مایلش رفته یک هم صحبت شه بچه جان با صبرینا صحبت کردم میگوید که من شوهر نمیکنم حالا شوهر نمیکرده است خلا جون یا با خوبی یا با زوری نفهمیدم چه نفهمیدی من میگم یا با خوبی یا با زوری با همه دختران کمبغل هم خیلی مناسبت میکنه از تو چی میخواستم؟ منو نیست همین طور کردنی بودن فهمو آرام باش خواهر جان من تو رو نجات میدم شما منو نجات داده
تشکر زیاد اکا جان. بچه جان اینجا بیا. لبای از اینا یک کارخانه بردن در کار. و ما رفتیم. باز کشتگی آخر برای چی زنگ نزدن؟ تا حاضر باید رسیده باشن. هر دفعه زنگ میزدن. یا کمپانی کار نکرده چه؟ پدر جان از رفتن زبیدالله علاکه 4 ساعت گذشت تا حاضر یگان بار زنگ نزدن. بعد با زنگ میزدم تلفنشون کشتگیه. دخترم خواطر نشو. خیالات رو به هر گونه فکر و اندیشه ها بند نکن و در خدمتی وطن است. یگان کارش افتادگی است. البته زنگ میزند. نمیدانم خواطر شدم آخر. آرام شو دخترم. همین که رسید زنگ میزند. خدا جان سری مرا در پناه خودت نگه دار. نمیدونم بابای چی شده باشد. خدا جان شاید بخیر باشد. ما برای دادرم تمام این جنگلم آتش بزنم. ای تی زمین ای تی سنگ باشد بیاین بکن دو طرف دیگر ایدم بیما.
بیا بالاتر تستر آساس تستر آساس با این طرف چه کتیبه اومده سر شما؟ در گردی ما اون طرف کتیه تو باشه این طرف برا میخواه که سر میابیم سگ می اومد ای تاراسمان تگی زمین می اومد با فکرم نمو طرف ده
نجم گفته تپا چرا آیسته 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 راه برم جیگری من کنده گرفتی من دلی تو کنده میگیرم دلی تو کنده میگیرم رفیق سردار گفت شما شد عملیات با خوبی به انجام رسید سردارشان در دستم بله 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 امانتی ها بخیفن سلامت باش بچه جان آفرین آفرین من از تو باوری کامل داشتم گوش کن حاضر زود نزد من بیا فهمه یک زخمی داریم خاطر نباش بچه ها در روحن میروان اونجا را تازه میکنند خوب سردار خب زودتر باش الو چه شما خیریت که زنگ زده ده رسیده رفته داخل آخه چطور بار زنگ نمیزنه بردم از خاطره بخیر است داخل خوب پدرتون نفس انا انا نگاه کن ابراهیم انا کشتی چه انا کشتی چه انا میرا پدر جان
ها دخترم. الو. ها پسرم خوب هستی؟ بله بله خوبم. بله. به تو برای کار. خودت رو احتیاط کن پسرم. خودت رو احتیاط کن پسرم. خوب شد. کار بیانه کار دارم. خیلی پدر جان. همش خوب میشه. دلم آرام شد. همش خوب میشه. سلامت هستی؟ رو به کجا بردم؟ نه؟ به کجا بردن چیکار کردم؟ جونیو جان بچه جون مرا یک ها نجات دادن. خدا برکت. سلام آچه جون. مایوریم دوبایدلو سایچو هستم. خدا برکت بیاد بچه. سلامت باشین. کاری ما همین است آچه جون. خدای مهربان از تمام مقامات جمهوری رضا باشن. خدای مهربان در کسب کارتون برکت بیاد. آمین. پروردگارا اخاری زوری را نبینه، همه وقت سربلند باشید. شما دیگری مرا سوخ و سلامت آوردید. هزار رحمت بچه، هزار رحمت. خدا شما راضی باشد. بیاین به خونه دروی. رحمت کاری ما بسیارتره. یک پیاله چای میگیرم. رحمت مینا دو. بچه یک پیاله چای میگیرم. کار ما بسیاره آچه جونیو چه یک پیاله چای میگرفتی نقلم؟ یک پیاله چای میگرفتی. رحمت اپا جون. رحمت آچه جون. رحمت. خوش آمدی بچه جون. هزار رحمت. سلامت باش. بچه جون رفتیم به خونه بریم.